با تو نیستی جانا کدی حالا پای بکن مادرم شما نرفتی؟ نه با خدا بچه خامن سلام علیکم جان. ما تو با ماشین دکل خوش آمدی. خوش ماشین نفس ما فکر کردم امروز مادرم شما رفتی. نه کوکه مشکو بچه متلم الان مادر ازم اول شگم بد نگو نه با خدا میگه رفتی خیر است رفتی دیگه هیچ نه گپ ما شاو نیست. خواهم دیدیم بچیم فردی سلام خوب هستی؟ سلام تشکر. چیزا خیره؟ شینی مرخ دادن. چی؟ شینی مرخ دادن. چی میکنی حالا؟ جدی راست میگی؟ خیلی دروغ میگم. دختر چرا خندی؟ مادر من نمیشناسی شینی مرخ دادن. حالا چی میکنی؟ چی کنیم کجا بریم؟ ایران پاکستان خانه خالم چی کنیم دیگه برای چند روز؟ برای چند روز برو بس خانه بریم ما رو بگیریم. بریم که چند وقت تا مجبور شدن که خودشان چیز کنه بر ما بتنه. میری جدی هستی؟ جدی هستم. با خدا جدی هستم. تا که مرا برای زودم بتم میرم کتت. سایز بیا خیلی بریم بیا. برو بره. قصد کجا هم کی رفت بیرون؟ کجا رفتن این دو نفر؟ مادر بگم مستنات فردین کجا رفت؟ چی شد مادر؟ هستی؟ چرا؟ چی شده؟ این چیز نشده امی کیا رفتن بیرون؟ کی؟ مستنات فردین. برو خوب است که مسئله آن اسنادم جمع شد. نه لگه به خیر خوبی در وظیفه هم آرام می باشم. ایره کی باز کده؟ پیسه و طلا. مادر چی گپ هست دختر؟ بیا اینجا. چی شده؟ چی گپ شده؟ مادر چیزم نیست. انوری نکی بزده. انوری ده چولیم انگشتر روی می چیزش نیست. خیلی چی شد؟ دستگاه پیسه بوده چیز نیست. او بچه دانوری با که زده مادر. ما چه خبرسیم دروازه پیش انوری بند. چی؟ اینو چی میکنه؟ چی کار است که بچه من بردن؟ رفتن ما که تو کچه که دیسم آوازم میشه رفتن
نیست همون نیستن کجا رفتن؟ بچه مادر جان ننه شاله میری این بچه از چی کار است که دختر مرزه میبره بچه مرزه میبره دختر از این نه تو نرو میکنه بچه دست نه بچه چی دختر خود دختر بسیار من میشم که کاراریا داره اینا مادر از میآید تو رو محکم بگیرم باشه تو من محکم نگی چی میکنی بچه باش بیبی جانی روار کنم که ولی چیز که سر فرق هدی پایلچ میرن و میاین اینجا هفته و مستک رنگش میبره آن دانست خب فرش از خاک از کجا میاد بچه میگه میره سر فرش قالین صاف گم که بیبی به احتیاط هستن اینا رو دیز مستانی رو که میشویه جنجال داره به خدا مادر من خود دیگه اینا رو کل چیزا رو سر ما میکشه پاک صفا میشویه نه دیگه از مستان کس نمیشویه خانه کس بچه زود کالا نشوین نشویم هم نمیشه بیبی یک 4 نفر میمون میاد بگه چقدر مردار خود هستن جور شد دیگه عدل تاو نکن خود سیز نه پیش ما پس کش اینه جور شده سیز بیبی جان بیبی جان میرفتی دواخانه دیگه میششتی اینجا یخ هسته خنک میخوری اونجا دیگه سایه گشتی هفته و مینه نمیبینی اینا دیگه گرم اینجا بخاری روشن بود پشه بخاری قرار میششتی دیگه وقت گل شد دیگه گرم است بیبی جان گپ یگان تو قوقایش هنوز تازه است خیلی که یک دقیقه پیش سال بدم میشیشتیم چی خوب کردی بیبی جان به خاطر چی بیبی جان به خاطر که داغه که تو باشه دیگه این چیز سعی کنه چیز مورد چی کردن؟ و دختر من بچه هم نامده باشه نبرده بود دست واشه دو زواری هست اولا اینقدر جرات بزدخانه داخل میشه تو لاوله منو میگیره من نمیفهم دختر خب تو باش ما با جان امیت میره باش من خودم میرم مادر تو باید من خودم پرسانش میکنم تو چی میگی؟ نه اونجا نره یک دفعه میریم از ارزوشم پرسان کنیم ارزوشم نگرفته باش ما میره قبلی سر هستن آلیه چی تو که طلایت میگیره؟ صبر کن از دختر تو با من یک اونجا مارو بعد از اگه ما نگرفته باشه چی میره مادرش میگه اینا رو او خاطر تو بار مرا تو گم بخی اصلا مرا خراب کرد که میاد دفعه دک دان اصلا خدا دیر که میکمه اصلا نورمال شوه با این چی کار است به خاطر چی میبره چرا میبره حالا بچه اید برده بچه من یاد پا نداشت اون میگه بیا من پیسه دارم بیا که بریم بچه من مزمون خود پیسه نداره از کجا میره کیلومتر داره که بره کشم رفته باشن رفتن کیلومتر داره که بره نیم دفعه کیلومتر شمیته دختر روزش میته بچه مادرش خود نمیگه که گناه دختر بچه هست دختر از زاکش دختر من خوب میفهم تو بالا جون ننش بره که ننش رو برش میکنم یا نمیکنم چون اداره دختر خدا نمیکنه سایست پیش ننیش میره مال بریم تو شاید ننیش خودش بیاید بگه که دختر باید تو بچه که مامه جان ننش بریم پس بریم تو خانه بریم باز پس تو نه جان ننش میگم بلگ ننش بانم دید که دخترش نیست باز میاد خدایا توبه هلو اوی هلو اوی زینام قیامت است شدن بالا شدنش هلو چی شده دیدی جان دیدی جان مردم خدا هلو مردم هلو چی که هلو چی که هلو نوازم شوید دختر هلو سکش ما چی کردیم دستش دیگه بس که تو هلو سرش که هلو آره خب خالتگاه شده سرش نه برم بی بیتا هلو چی ما در بالا بودم در پای بودم مادر جان نه بیبی جان آل خو نمیخوایم کارش چی کنم هنوز نواسنات نامزاد شده پشت سر از اون دیگه میگه که یکی را که با بختش را باز نه چقدر دختر باشه او را پشت بختش میره گپ راست بوده به خدای نه بیبی جانی سلمت تصمیم داره مرم شوی به تکل خانه بعضو شود حالو خود نمیگیره گوش گوره کمی تا شوی بگی جن میگیره شد ما شوی نمیکنم شوی چی کنم شوی روی وفا نداره چی کنم شوی جوان است این وقت وادیتان پول است چی میکنین دیگه حاله هنوز وقت است بیبی دلکس خوش است نیست بیبی چیزی هستی آسمت خراف نامزاد شد از بچه همه ولگردم خلاص شده اون به نام نیک رفته خدا به خیر ارسیشم کنه بره من یک آدم خوب منتظر می باشم که در زندگیم به بعد از اون میگیرم خیلی کی میگیره که وقت من از ارزوشم پرسان کنیم یک دفعه باز میریم پیش بچه همه خیلی دستی که پرسان کو تو سعی که تو راستی هم که طلا ملای دختر نیستی چیزش نیست کی گرفته؟ خداوند خراب کنه گرفته گیره یعنی دختر در کدام جای دیگه نمانده باشه ای خود ایام نیست تو من پرسان کنم بیه
چی بگویم بابا تو برو او خانه دختر بان که نرش گپ بزنیم اداری اول خاطر سبا یه گپ دیگه نشه یه گپ دیگه نشه باز چی کنی گندگی باز چی کنم فقرش باز چی کنم بگو تو خب باشو بیا بگو که دخترم کجاست کی بیایه آن مادرش که دید که مادر دقیقا جان خود فکر خودم الله که دقیقی رو خود باشه مادر از مادر زیاده مادر باشه و متوجه دختر خود می باشه چه گرد خود دیوال بزرگ زینا درخت میره دقیقا پیش بچی من میه خود بچه برده مقصد دیگه ولی هر گم شما میگه در یولی نمینداختیم بعد از بیخی پیشوری هم از باش که نسوار انداختیم خدا من نمیفهم دیگه برم ظرفار دیگه شاید هر کنی باش فاین نخیلی بام صبر میگیری که نده با ساکن دو زال خدا تو برو به ما چاپا ما پیش دکتر به ما دختر سرش بگی تو این قد داخل میره سرش کفید مادر کنه بیبی جان سرش خورد وانا بیا بیبی جان بیا شاله چشمم غار شد فرقم غار شد خدا خدا نکنه چی دکتر ببرش ببرش سر دکتر بخی حالا که جواب بارش چی ضرورت داری برای که چیز به جواب میپوشم خیلی بطار تو بسوش جون نه تو چی میکنی که میری برو هم خود بیبی داره بود جانه خیلی آغاز نامه سرش باش ما که جای رفتن جا برو خیلی میمرم خدا جا میمرم خدا جا مادر آواز بتی خوب بسته که درزا بسته میکنم خاله میخ کجا ما را گفت خب هیچ فکر ما نشد مادر بالا بودم فرق از اون مایده شده دل من میلرزن مادرم کارش سرمست سایک جان بیچاره اینجا افتاده سایک ها تیخ هست یخ گرفتی بیچاره هم خاکیش افتاده تا جنستش خود خاکی بیچارم دیگه مرا اینجا یک افتاده بود و گار شده بود سای کلی زوده ای وقت مایده شد هم در خانه ما خب خورکم کاش که تو امنایش ما برامدی من خدا بالا بودم آن خب من میگم که من نفهمیدم که برآمده یک دفعه صدام نکرده که بگه یک هفته او مرا بده نه مادرم گفتم مادرم کاش که کتش ما برامده که کتش ما برامد بالا بودی ندیدی که یفتید من دیدم که صداش بود خوب میفهمی مادرم میتونه امی که کرد ما فهمیدم از بالا پایان شدم من غیر از کجا علم غیب داشتم چرا میفهمیدم غیر از اون ندیدیش یکی مبره که دویش وقت هستا که داخل اتاق شد نه مثلا گپای سلمان نگردون آرزو بخ چی شده تو اینجا هستی؟ انواری به تو زدی؟ من گفتم که دنوری به دست نزنه؟ ما دست نزدیم دنوری اینجا رو جمع میکردم آشپزخانه رو جمع کردم جان دنوری می چیزم نیست نه طلای مادرم از نه طلای خودم از نه یک روپا پیسام نیست دنوری چی میگی؟ دنوری بود جز اومده؟ خب گفتم تو نگرفتی؟ خب تو پاکایی من خب بدون اجازه است تو هیچ چیزا نمیگیرم نیست دم قدر وقت از جای چیزای مشهور نخورده بود چون امروز حالا خود تو سال مادت مرا میفهمی ما بدون اجازه تو دمال دست نمیزنم بازی نکنین گپ بالا میشه چون سر خب صحبت چیز میکنی نیست. دیوانه گپا نزن کلام دختر هستی چیزی سال تو خودت مرا میفهمی می من نمیگم که تو گرفتی یعنی چرا نیست خلاص تنها بزن و انواری به خدا دز آمده مادر حالا ما میگیم میگم مادر جان صدقه چم در خانه کی مدره این خجالت کی داره های که در دختر خانه دیگه مادره میگیره سلای خوار خدایی دقیقه ما نگرفتیم مادر بخدا من میفهم دختر ما هیچ ندیدیمش وقت نمیگرفتی حالا میگیری من میترسم که دختر بچه شاپیره دست واشور دارم بچه ننویم همون برده باشه این خو آمده را مستقیم سر خوار خود میگه می گپ مالور کو گفتم بیبی گفتم یعنی ندیدم خو خلاص خاطر که من خدا جان از ما میرفتم میگفتم این دختر نمون می بعد سال ما نگرفته باشه میگه چی ما رو دوست تو باش میگیری ببین کی گرفته بود از بگو خیلی هم خواستم چیکار خون نکن هم خوارش نمیگیره بیا که سمسایی بریم بپالیم خداشو نشنیدم این حال تا که میاریش از دل من خدا خبر است باز خوب چی گفتیده نکرده از کدام پته افتیده 4 پته جای پیرزن نه اونجا سرش خورده بود سایکو 4 پته جای عوض خور حتما بالا هم میشده سرسفید زن است مارم نبرد دل کنال داخل دل ما میشه. جمع میشد تو چی میگی که میری برو داخل برو خانه رو برای پدرم میمونی اینال خبر شد پدرم کل قارش سرمست هیچ گپ هم نیست
ببین خوشی جان به خاطر چی میرم تو روشن ماندی رفتی بیرو برآمدی خود کم خود مقال بود تو نمیفهمی برآمدم کجا تقصیر کردن من خی خیال خود تو کم نفر اوگار زی خانه خوب میبینی با جورش میکنه مرا صبری دقیقه خدا نکنه خود چه دارم بگم خدا کنه که جور شوه من که اینجای شده زدم یکی بیخی یک تکه خون بیخی قسم گور رفته بود خب الان من نگفته که اصای دست ببین خواهم اینجا بود که من بالا رفتم صدا میکرد که من میرفتم حتما صدایت کنه تو فکر تبرش نمیگیری خب کم کار خونیست خب من اینجا کار داشتم دیگه گفتی مادر نکو خواره که فکر تا دیگه بر میمان آدم فکر خودم میگیره گل است ببین خب میمان نزدایم گشت مادرم هم گفت که گل افتادن شگون بد داره این همی سعی که وقت بیبیم سرش کفید میرم دیگه اینا سر ما پرته بگلم تو انداختی شگون بعدم تو آوردی بگو دیگه نه رقم خونه میگم شگون بد داره من بیا مرد دادم تو پتن پدر ما مرد میگه مادرم راز بود گفت خوام دیدیم بان من خودم میگیرم بان ایت نگی ایت نخواستم ازی اینم قسم کارم کنم بگی سکا باش گیری گلم کنم گلش کنم نکو بان اتاق کردم شا من خودم مریض هستم یکی تو نمیگه حال گریان کن حال کم و دخو گریان ما بکشین دیگه کتی بیبیم برای هر وقت که بود برای بیچاره که خدا نخواسته چیز شوش او گرمم از من نخواستم میشه او گرمم میخواستم برش میدادم هم که دم رازی نخورده بود خون رفته بود خدام که چقدر خون زایی کرده تو تستانا بیبیم هم از خونم جگر خون هستم برش نکمل که همه قسم فقط من زیاد خوشحال باشم که بیبیم مفتیده که تیگه نه فکر تا بگی Что почупить? И вот они, это с ним. ما تو که جوان هستیم دور از دینا سی بالا شدن پایین شدن نمیتونیم سلام علیکم پدر جان سلام علیکم پدر جان خوب هستی بخیر آمدی Чига пас, вот 600 сада. بیا پدر جان اینجا بشین بیا اینجا بشی گرم شوی Бурун бишир чи мекуни? Гумш 600 сада чига пас хайрат боша. بیبیم افتید از رایزینه ببین چرا؟ پا دیدیم دختره ریکشوی کردیم را کجا ماندی یادت رفته از دسکاونش پیسیش نیست مادر جان طلایش چند بود پیسش دز آمده خیلی چند بود خب ماش من نو گرفته بودم کل پیسه هم اونجا بود گفتم باش تو بیر ما بخوریم یا کل 15 داری یک دم از دسکاون دیگه دز آمده خیلی و دختر حتما کدام دوز آشنا بوده دوست بیا کل چیزا میبره یک داد انوری مردم ای کدام دز را بلد بود دیگه میرم دست بچه اینم اینم دست واشور داره اونم دوزی که چرا سیگارت تو میزنه آسونات خیلی کجاست گفتم تا تریا کو میخوره تمام چرچی یک داد انگیز پرسان کنیم آسونات رو پرسان کنیم خورا میشه خب برو آسانات آسناد صدا کو بخیر صدا کو آسانات کجا هست ما خود آشپزخانه بودم آمدم اینجا رو جمع کردم کدیم ببین قصه داشتم بیشتر ما بود خطی بری بپاله کو دختر کجا گم شده بده فارز و واسه شاید اما بر هم میزنه یک ناق به ناق آواز میاره کجا گم شده رفتن او مادر جان حالا چطور کی میگیره ما چون مقران اینجا نیسته خدا صحیح کن نیست نیسته خونه برو ببین مخکور نیسته این خمر بیخی دیوانه کده زود کو علا روزو آسونات آسناد آسونات آسونات آسناد دی خانک دا ببین او خانک قلف است بیا اوجا اوجا چی میکنه آسناد آسونات نیست لاولی خوی خو اونی مریم یک از مریم گفت فرسان کنیم در خانه از نیوشه مریم آسونات کجاست آسناد در ندیدیش خانه شماست نه سر خوارای خود هیچ وقت نگویه فقط خیر یک پرسان کنه این دیگه چله میگیره تو گرفتی نگویه باید تو گپ ندانه حالا خب من میرفتم با جان ازم میرفتم گفت نه نروی الان نرو تو باش من از خورای پرسان کنم خالود پرسان نکرد میگه تو گرفتی
اینا خیلی کجا رو پالیم 15000 تنخواه گرفتی دختر کم وقت ایسو چوب و ایزم ما خلاشه که چوب ایزم میگیرم ایسو یعنی طلای دخترم گوشت پیسام گم شد نه خدا معلوم که مون گرفتن نگرفتم من گناه کس را نمیگیرم آره دخترای نمیگیرم من نمیگم نمیفهمم من میگم این من بچه بچه را میگم معمولم گناه کس نمیگیرم تا که واضح معلوم نشدیم ما عادتم است که واضح هم دوز معلوم شه در خانه که دست پر تو گرفتی چی گناه مردم بگیریم و شاپیرای چی ملالای بیخی به خدا نبایتان غلط میگم دختر خدا صدقه شو خوب بپال برای زینه بالا میشد که او گرفته بود حتما وضو چیز میکرد یا تشناب میرفت از اونجا پایان افتاده بود سرش در میرای زینه خورده بود قاتل بلا حال شما خیلی کجا گم بودین تو کجا بودی من در زینه بالا بودم اونجا کار میکردم 20 دفعه که تنها نمانینش خود دست ما بند بود برای خورشیدم نگفته که یک دفعه بریم دستش بگیره مادر من اونجا پایان بودم من بالا رفته بودم حول ولا قوة الا بالله چی میگی که تزیا برای خدا من میگفتم که نمی کار باید نشه کنم و اینا لسای تو کجا شوگار شد چی شد سرش کفیده بود اینجا سرش کفیده بود با چی شد خیلی چی کردنش چی شد بردش مادر مامین بردش بر دکتر بردش سرش کفیده بود سرش جدو رفته بود چرا مرا وال ندادین خیلی همین مردار موبایل برای چی هست در خود که تو میامدی خود کل خون از اون میرفته حالا چند دقیقه هم میشه که رفته این که چقدر بود چقدر نه درست خوبی باید نبینیم نه ما اونجا گفتم نه که باش که معامله بچه بخیر اینجا باز این ترکای یک گل دیگه برام شد گفت باز خدا کنه چیز نشه دل ما خو نبود که قسم شوه بچه ما دفعه شما رو نگفتم دخترم که فکرتون بگیرین من خیلی چیز نگفته بود بیا یا برم بده یا بیا کتم بالا برو اگه نه همیشه میگه و دفعه گفتم اردوی تا که تنها نمانینش که میره یک جای تا که صدایش صدای شنیدنش هم شنیدم و پایان آمدم گناه ما نیست پدر جان من اگر پایان میبودم امروز بالا میرفتم میبردمش از راه زینا ما خودمون سیتا بالا نمیتونیم شاید بیبیم خو بیخی نمیتونه سر سفید است این سر معامله بچه او سو اینا رو باشت که اینا چی خواهد شد زیاد آگاه شده بود چه قسم شده بود نه سعیم پایان یا شده بود بیخی گرفته بود نزدیک شقش گرفته خودمو چی کنم والا من چی کنم ایران مانده موسوس معامله بیادره تو سوی آگاه شدن ازی یعنی بیخی مرا بیخی چرت برده که چی کنم خب مادرتان 20 دفعه گفتم که مادرت فکرت بگی که بیچه سفید شده سلام ده عبید جان سلام بگو فرصت خب و علیکم سلام ساعت مرکب خانه خیره او برادر او بچه او گل پدر باز چی نشد خونه بیبی تا آگاه شده بیبیم از در زینا افتاد آره کجا بودی بالا میرفت ما در بالا بودم در زینا افتاد سرش در زینا خورده بود بردش به دکتر بردش من نبودم بچه آن همه قدر نکده که زن میزنه بیرون دختر شما کجا بودی من اینجا اتاق جمع میکردم من که دیدم غالبا شد برام پیروزایی شد دستش میگرفتی خالکه که ما خبر شدیم که بالا میامد من که مثلا اخش شنیدیم و پایان شدم از بالا برش تو شده باشه کی رفته الان برید شد سم سعی سرش گرفته بود مادرت رفته ماما سم رایمیم میگم من خانه خیر است که نرفتی اونم مادر مامیم رفته زیاد آگاه شده بود زیاد آگاه شده به نظر من زیاد آگاه شده اینجا که من دیدم زیاد آگاه شده بود سم سعی گو رفته بود نمیفهمه یالا سکه نه این اول پیشونی که نیگه پینه سکیده این جوش خورده میره کسی نیست که میره ور داره خب حالا گفتم که اونمو برامو مادر کنان خود فکر خود نه دیگه شما باز بود از پشت سرش دنگ میبرایه تو بوتر بعد چی مزیش قصه داری که والا فرقش قسم شده بود خود تقریبا به اون افتاد مادرم نیست ما رو میجوه و کاش که ما خیمه رفتیم خب من خیلی بشر گفتم تو گفتی که خب اگه ما قدر تو در موجه دست مادر کلان ما میگرفتی هیچ قسم نمیشه حالا من خبر میبودم حالا چرا کلیتون سرمه قسم میکنین حالا ما قسم می آمدن و بعد سرما زار شای می آمدن شیرنی سرما بیخی زار شوه این حالا مادر باز میگه من نگفتم بودم که شگومو بعد داره ایران باز بنده سر ازو اصلا در خانه ارسیا نیست خود جوتر در خانه نمیشه دفر ببین نه ما رفتم من میاز خانه اومدم نبودم کجا رفتی؟ چرا؟ کل طلایم پیسیم نو ماش گرفتم کل چیزم گم شده یک روپای نمونده چیزم نیست گفتم باش که از آسنات پرسنل کنیم خبر نداره حتما بیرو رفته پس میاد شاید از آسنات شاید خبر داشته باشه حتما بیرو رفته پس میاد چی کنیم؟ حالا از چی وقت نیست
نمیفهم. ما خونه سر وظیفه میرفتم. از چه وقت نیست؟ نمیفهم از این صبح که من ندیدیمش. بیبی که دکم جای دیگه نمانده باشه بخشش سایکو پالی میدی دختر خانه میاره در اون معنوری خود بد میکنی بو سر را میمانی کالای خود میمانده اونمو جنه نیست گم شده میگم مالت صاحب شو هم سایت دز نگی در وقت ما قلف کن در نوری میمانه آرزو آسانات صداق کجاست؟ در دوش رفت این 10 بجه 11 بجه است. بومش کو بیا که بریم خانه امروز مادام چون گپ دیم خیر آسانات اگه دیدی باز به ما اول بده بگو بیا خانه بیا که زنگش بزنیم. تلفن برو زنگش بیا که بزن زنگش بزنیم. بیا خو زنگش میزنی تلفن خود اگه برده باشه صحیح. بیا آلیا که پشت دیگه میرن گم میشه باش مادر جمعه پالم دلم نارام است که دختر کدام سو گم شده باشه رفته باشه خیلی دی خانه خیلی تومت سر تومت چی کنیم ناله اگه براسی گم شده باشه این دختر چقدر جگر خون شده به قرآن بلا آزاده میره که در بکس بانه قلف کنه نمیفهمن دخترای یال نصیحتم کشی بگوی چی فایده 20 دفعه من گفتیمش ما بریم که یا چی شدن جمع نکنن حالی دخترها چی شده نو دختر رفت ولی اون جان پدر کنه میره آدم میگه فکر کنه سر موبایل ایرانی تو شد بیبی خیر ابو پیچ سفید ابو ضعیف شده بیاد من 20 دفعه گفتم که کدامو برای نگاه دفعه ما برای و من برای زیاد تصمیر بزامت میشم بزامت تو شده باشه خدا میگه من چی میگم گوش شده اینا که مادر کجا ببره نه فهم کجا برده همه که روان میاد بر من زنگ میزن بر ما زنگ میزدن تو خانه پیش من تو نه خیرات حتما از خاطر زنگ نزده که تو خطا نشی نمیفهم و من میگم فوق شده بیا که ببر تو شده باشه این دفعه پرسنل برو بچه تو برو یک دفعه ببین که چی شدن بیبی تو برو ببین که زنگ زدم ماشین تلفن بر خود بردن نبردن مادر ماشین تلفن خود بردن نبردن برو ببین ملکه او دختر کجاستی یک جنجال دیگه یک سرگردانی دیگه برای ما اینجا پیدا شد ایشو سر معامله بچه ایشویی ای خدا نمیفهم چی کنم اینجاست بیادر ایشون که بردت مادر ما چه خبر خدا تلفن خدا برد یا نبرد تلفن از چه موال بگیم کجا برده بشه کجا بریم هر جایی که بردش دیگه چی میکنی که کجا بردشه شما فکر کن چه بدن خوشی اون هر وقت بیادر سعی خلولو باید هر وقت بیبی مبرمت از پیش میاو میخواست یا میگه بیا بریم تا بالا کت ما برو همیشه من باش میرفتم این دفعه هیچ نگفتم مرا نگفتم پدر مامان هر دیگه با میگه بزامت میشه نه خب گناه ما خو نیست خب ما در بالا بودم و آمدم دویده پیش آمدیم نه ما چطور تله میکنم بیبی ما تله میکنم شما ما کورش دوستایم پیش که نکم قسم کار کنم مادر ما یکی از ما نبردین ول پدر ما هر چیز میگه یکی از ما میرفت چه پیدا کن کجا خانه رفته باشه نه برو از خانه تو نبری که ما رو باز سرگرد میگیره گفتم کار نداره شده نیفته و کار کنم که میخی کمرم درد نیست نیفته و که دقیق بشینم مادر نه بچه او کی آمده به سلما که داستان چی میگه؟ از برخطای چای نگاورده من اینجا گفتم برای چای دم کنم آمده اینجا مرا پرسان داره که آسانات نیست خانه شما نیست پیش همیم نشیشته دیگه طلایشان گم شده گم شده ما خود دوز نیستیم ما طلایشان دوزی کردشیم با ما چی گم شده؟ طلایم گم شده پیسایم گم شده دیگه نیست آسانات هم نیست گم است خب خدا دخترت منصب بیاده نه چند تا دیوارم تو بگو نظر گرفته دیگه نگرفته که تم قطعه که گرفته رفته بس اون وقت نرفتی تو اونجا اون پیسایشان چی مردمه میگه مال تروش کم سه تا دوز نگی طلایشان سرور بوده در این خانه رفته که گم شده بس ندارین انوری ندارین برداشته دیگه اون خب دختر گرفته گرفته رفته خدا چند تا دیگه گرفت داده چوب خدا بگیرم دیگه خب بس که اون وقت نرفتی حالا این پدر مام چی میگن چند فقط که ما بیبی متیله کرده نه باشیم چند روز نه پدرم از تو خونه بیبی ما مزدگه خب ما دو دانه دختر هستم اگه نمیخوانم ما برش چای نبرم یا او نبرم خب پیشتر از دست ورخطایی دست که بیخی قسم شوک دیدیم ما چای بر بیخی از پیشش مان چایش دم کردیم او جوش بودش یا مامت ماندشم را ماندش یه خلول خدا یارا بده که مرا گیر کنه نمیت مرا غیر زیر گپ مندازه نه نمیگه تو چیکار داره دختر خیر مادر ما چیز گفتش مام گفتمش از خاطر حاله خیر جگر تخون نکن دختر زیاد نیست خوشی غیر نمیت میکنن یا لالا بخی چای بر بگی بگو خب بالا برو او پاسپورت میکنیم یی بالا برو خب یا خدای صبر یا یک دفعه تا بیرون پایان برو میری اگه نمیری شاید میری
من میفهمم بخیر مساعد قید نکردیم سرش یک بار برو سایل کو بیبی خیر مگه فعال میشیم سر میکنیم اما قلق شد که جوش ما گرفتیم پدرم غال مغال کرد دیگه زیاد وقت نشد زیاد گپ چی نشد پیش ما اگه به خانه آواز بدم بزرگ من آواز در تلفن ما زنگ بزن خورشید باز پایان بیار سر چی بانیمش یکی نامش یادم رفت خاک دست سرش چی مردم را گیری آمدیم گمش کو چی مردم هستن یا به خدا کرد یا بیخی در جنجال هستن چی بلاسن بسیار باشه من نمیدونم قدر کلامی خدا بفهم باید است یک چیز خدا مال خدا بیرون من پیش دخترش شد میگه به خدا جمونده که دختر گفته گریخ دختر یک من باش مشموع دختر طرز بکار است الان بده تو در زندگیش نیست خدا چند نفر دیگه در زندگیش است من خوب میفهمم قشتر پرانه ما خبر نداریم دیگه خود چی هست برو یعنی قصهش نشد برو بسکو اصلا مریض خراب نکو پیش دیگه کی میاد ما چون پیشتر رایی بودن باز رفتن گفتن زنگ بزنیم برش بیاد من چی رقم جواب دندان شکن برشان میتم مرد تا بالا نشناخته ما چون خب ببین سر از یا شوه ما چاینک این اینجا آوردیم که خود پول می تشویش نکن قصهش نباش دیدی که در بوریت چی که دختر خودش کرد دختر خود سهی تربیه میکرد این رقم دختر که خدا با کسی میگه به پول نکته چه رقم دختر است تلوی مادرت با کسی مادرت بر نه دقیقه یک بچه فرار کرد دیگه بچه فرار که کل بچه تو از کشیدی خراب ساختی این رقم دختر چی بدت میخوره تلاش گم شده ولی این در پسیم که گم شده خدا داشتن یا نداشتن دروغ میگن باش که دروازه رو پیش کنم وای خدا جان میگی امروز دست چکم سرم گنگ سگور بیا مادر بیا خودشم چیز بیچاره مریض است کالتر رو برداشتم نمیتونه از برای خدا خیلی مولد نیست که پرسانه باز خواست کنیم یک شب یاریز است بچیم گم شد میره خدا خواست صبر کن من دیدمشان که اونما خودشان رفت آوردیشان رفت خدا چی بلا دختر خدا تو دختر ده قضا خدا کنه تو خبر داری که دخترش گرفته دوزی کرده مطلعه اونمو سر ما میشه بلا پسش خواه آخر والش میه به خدا نبیه از کجا والش میه آخر ما نمی تو جیگر خونی میسازه نه حالا دار مادرم یاد مادرم بود میفهمی نه رفتی در جای خود خلاص چی گفتش دکتر بچه‌م رشته عصبیش خورده دکتر گفت تا 2 روز 3 روز معلوم میشه خونه بودی که چی گفته یا خور خد میشه کدام گپ شده که زده باشیش هم تلفن از چرا خاموشه اختطاف نشده باشه